سلام خاله جان، خوب هستین؟ سلام، خوب هستین؟ شما خوب هستین؟ خیرتی است؟ بخیر باشین. میشه که در ارتباط با وضعیت زندگیتان، زمستان هم نزدیک از آمادگی گرفتین، شب و روز چه قسم میگذرانین؟ شب و روز خب به خودتان معلوم است که اقتصاد افغانستان، ما خود ما مایی بستم، شوهر ما مایی بست، 10 سر عیال هستم. به حساب برتان معلوم است که اقتصاد مردم به صفر رسیده. این زمستان سر راست که نه بخاری داریم نه چوب داریم که در زمستان نه آمادگی گرفتیم. صبر ما به خداست که این خدا کمک شود. همراه ما یعنی چیز تابل تیاریم نداریم دیگه. زمستان مدرک عایداتی چیز است برتان کس کار؟ مدرک عایداتی شوهر ما مایی بس، خود ما مایی بستم، درآمد خانه تو نداریم که ما زندگی خود تو مکمل پیش ببریم. یعنی خود ما خیاطی دارم واسه توانش ندارم که ماشین داشته باشم کسی بیای ما با کسی کالا بدوزم. این به حساب یعنی اگه ماشینای خیاطی بگیریم مشکل شما حل میشه؟ خب ماشینای خیاطی اگه به ما کمک شود، ما چند نفر اگه بیای امرای ما کار کنه یا خود ما کار کنیم لوحه بزنیم کسی بیای، ما میتونیم که امرایش مشکل خود حل کنیم. اگه به صورتی که خدا کمک شود شما کمک شود. و پایتان چی مدت است که پای ما تقریبا 20-25 سال میشه. ما بسیار خرد بودم که پای ما از دست دادیم، مایو بستم، شوهر ما تو مایو بست. خال جان شما از این وضعیت حالت که دارین رنج میبرین؟ ما دیگه از این وضعیت خب برتان گفتم که این اقتصاد ما به این رقم است. خب برتان گفتم که زمستان رسید، نه بخاری داریم نه چوب داریم، 10 سر عیال هستیم. ما هر کسی باشه که در دلش یعنی سر یک آدم چی میگذره، ما نداریم چیزی. خب چی بگوییم؟ حالا خدا کمک کنه، امرای ما شما کمک کنین که اگه شما ما را حمایت کنین دیگه خوش میشیم از پیشتان. من انشالله ما کوشش میکنیم به این مادر بزرگوار با خاطر زمستانشان و همچنان چند پای خیاطی که گفتن برشان بگیریم تا این مشکلشان انشالله حل شود. الله متعال بابت این چیزی را از دست دادن برتان اجر بده خاله جان. تشکر. خدا کنه که خدا کمک شود، شما کمک شوین که ما را حمایت کنین، ما از پیشتان خوش میشیم. انشالله.